آخ اکبر یادت یک زمانه جون تو یاره اینو مال قبلی بود که بخیم برم خدمت کسی میخواستی برسی؟ میخواستی نوا کنی؟ نه آقا جان خدمت اجباری. اخ یادش بخیر اینجا داشتم اعزام میشدم که بره وای عمر من چیز یادش بخیر قاسم آقا هر روز زنگ میزدی من گفتی اکبر امروز نیام خود خلاص میکنم. خب بله ما مثل شما هتل خدمت نمیکردم، ما جای سخت بوده. برار جا شما که در برابر ما وگاس بود. اگر ما وگاس داشتم خدمت میکردم شما جزایر قناری بوده. چون تو ما برای یک مستراب رفتم بعد 3 کیلومتر پیاده روی میکردم. ما نگاه کن جوری تو غذاهای ما کافور میریختن، ما آنجلینا جولی رو بهش میآوردن جلو بهش میگفتم برار. در این حد همه چی ما از کار میافتاد. سربازی همون اسارته، یعنی اسیر شده بودی؟ اسیر که بله میشه گفت، ولی اسیرت میکنن کجا؟ تو کشور خودت. ایران بین 18 تا 24 ماه باید بری خدمت همه جا، یعنی تو کشور خودت زندانیت میکنن وگرنه نمیذارن بری از کشور بیرون. فکر کن تو اوج جوونیت باید بری بالا برجک از بیابون نگهبانی بشی. خب حتما یه سودی داره براشون دیگه که با میشن میرن. بله آدم فروشی، بدذاتی، دوری از خانواده، مشکلات روانی، سراسر اصلا خدمت به نظر ما مزیت برای انسان. اینا که چیزی نیست. رو برجک هفته حداقل 2 هفته حداقل 1 نفر خودش مفرسته پیش خدا. همین اکبر اینا که به چه قشنگن دیگه، قشنگ سالن براشون یکم سخته. بگنه بریم ممکن نگاه کنم یک آبی بود که دادم رفت پایین، این به چه قشنگا کم اذیت میرن. بگرنم ما که مرد سختی یا قاسم راک میگفتن به ما. برار تو که روز 3 فرار کردی نذاشتی برسی به پادگان، از اتوبوس فرار کردی. آقای عزیز موضوعات پیچیده نکنن، ما خواهش میه که پیچیده نکنن. ما چیزی جا گذاشته بودم برگشتم. برار از جا گذاشتم ساندویچ نون و پنیرش میگه که مادرش براش درست کرده بله بود. ما گرسنه میشد تو راه ضعف میکردم، بیهوش میشدم، غش میکردم، اونجا دکتر نبود میمردم، تو جواب میدادی. ما باید برمیگشتم قضام ورم داشتم. به نظر من خاطرهاش میتونه خیلی ولی جالب باشه. خاطره خاصی ندارین پس خدمت. خاطره فقط امی اکبر تو به این رو بدی میگه ما ترامپ و اوباما رو انگول میکردم تو خدمت، الان میگه اونایی که آمریکا بدن میگه دیگه زیاد وارد حاشیه نشو. بس که اینا از خدمت دروغ میگن. تو دیگه یه حرف نزن قاسم جان، شما دیگه یه حرف نزن. یاد رفته بهت میگفتن قاسم پوتین دیگه یعنی چی بابا؟ ما یک بار با پوتین بودم بندام نبسته بودم لخ روز نمین میگشیدم. دفعه این صاحب چی بود اردوگاه آمد گفتش که بچه جان این چه کاریه؟ گفتم اینا مدلشه. گفت مدلشه؟ گفتم ها. آقا ما رو مجبور کردن 3 دور پادگان با کفش پاشنه بلند مدویدم. حالا اینا رو میگی بره چه خودت بره چه چیزای خودت نمیگی؟ اکبر شمارش بگم جلویی. اکبر شمارش چرا اینقدر لقبای خاص؟ اکبر شمارش یعنی چی؟ چون تو موضوع خاصی نیست. ما یک شوخی داشتیم با امو کیه یه رگه فرماندمان، با هم دیگه یک شوخی داشتیم. حالا قاسم آقا گندش میکنه بایلا چیز خاصی شوخی. اکبر ما برده دم در دستشویی بهش میگفته آفتاور پر کن اکبر بیه. بعد به اکبر میگفته ریاضیت قویه یا نه؟ این میگفته تا یه حدودی. میگفته پس ما مورم تو دستشویی واسه دم در ما مزنم تو بشمار. بگو دروغه. برار تو که آبرو ما رو برده بودی تو خدمت جونتون میگن این قاسم گذاشتن رو برجک نگهبانی بده، 2 نفر رو میذاشتن باز قاسم نگهبانی بدن نبرن. میگم درگیری هم داشتین اونجا، چون بالاخره لباس نظامی و اسلحه و درگیرم شدی. یک بار جون تو درگیر رفتم خراب. تو برار تنها درگیری سر ندادن پول تاکسی بوده. چرا آخه قاسم تو چرا اینقدر دروغ گویی؟ گاز و گوز نکن بگم برات. تو کمین بودم، اشار از دور دیدم، گلنگدن کشیدم، گفتم ایست. گفتند 2 بزن برو تو پیست. گفتم یاره لاشی با ما شوخی نکن اینجا جاش نیست. گفت تو یک سرباز آشخوری تفنگتم تقلبیست. گفتم اینجا ایرانه جای ای گوخوریا نیست. قاسم جان اینجا جا گنده آمدن نیست، یک جوری بگو بگنجه. گناه داره بذار گنده بیاد، دارم گوش میدم. این حسود نمیذاره بگم. ما بودم کلاش، سربازی با شباش،
اشرار با عباش. جون تو که اشرار عبا ندارن اون شیخاین که عبا دارن. یک بار شد بذاریم ما قافیه‌مو تموم کنم زرمه بزنم. احمق. آقا ما گلنگ دهنه کشیدم گفتم ایست. دیدم لاشی وای نمیستن گفتم باشه بسته دیگه. دیدم وای نمیستن اسلحه رو مسلح کردم آوردم بالا. زدی کشتیشون. دستمو گذاشتم رو ماشه اسلحه رو نشونه گرفتم سمتش تق اسلحه گیر کرد. شامس نداری. شامس داشتی کارخونه آدامس داشتی. از به چی گیب سرمون ما همچه بد شامس بود؟ همه اشرار بهم خندیدن. گفتم ای لاشیا. اسلحه دیگر رو برداشتم گلنگدن کشیدم تق. خب کشتیشون. نه ای هم گیر کرد لاشی. اعصابم داغون رفت دویدم رفتم کلت فرمانده رو برداشتم نشونه گرفتم به سمتش کشیدم تق. دیگه کشتیشون. بازم بیناموس گیر کرد. گفتم برارر من مسخره کرده اینا فکر کنم آباش یک سنگی ممو بدن دقیقا تو سری بتونم پرت کنم. فرار تهش بگو دیگه ما رو کشی تهش رفتن نرفتن فرار کردن چی شد؟ مگه از رو جنازه ما رد بشن. 4 تا سنگ زدم بهشان نخورد. رفتم سراغ پلن سی. پلن سی چیه دیگه؟ شروع کردم به فوش دادن. رکیک. آره گلم ای که تأثیری نداره آخه ما هرچه میخوام این چیزی نگم. تأثیر که داشت. موادار انداختن ولی افتادن دنبال ما هم ده فرار تو پادگار اینا دنبال ما هم جمع دویدن. تشویقی هم بد دادن؟ نه فرمانده من گفت بیدار من کردی مواده بخوره تو سر جریمه هم کرد. تا 1 ماه تو دستشویی مخوابیدم. از همون زمانه که کلا ما قوه بویایی من کلا ندارم از کار ما هم افتاد. البته درگیری داشتن. ما که میدونن دیگه شرور درجه 1 درگیری داشتم. ما اون زمان تو انتظامات بودم نیروی نظامی بودم تو شهری میرفتم با جناب سرنگ دور میزدم. گشت شهری یعنی اونا که میرن تو شهر مخ میزنن دور و هر نرز که اینا نه. اتفاقا برعکسه ما اونایی که دنبال ناموس مردم میفتیم دنبالشان میگیره میشن. البته اکبر دروغ هم زیاد میگه. گوش بده آقا جان ما رفتم گشت تو شهری به ما بیسیم زدن آی وقتم برن فلانجا و خستم رفتم فلانجا دیدم اینا یک ماشین واسطه یک کنجی شیشه ها دودی ماشین داره تکون مخوره. همونجا که رسیدم جناب سروان گفت اکبر سوژه خطرناکه شاید مسلح بشن. مرم واسه زنگ میزنم با نیرو کمکی بیام. گفتم برو جناب سرنگ ما وای میسم اینا فرار نکنن. آمدم یکم جلوتر رسیدم شیشه ها دودیه. گفتم خب این دیگه مورد مکان این مشخص مورد مسلح نیست. آمدم در که وا کردم نمیدونم نیروی کمکی همونجا رسید به جایی که اینا رو ببرن ما رو بردن. برای چی مگه تو چی کار کرده بودی؟ نمیدونم چون تو فکر کردن ما چون شلوارم تا نیمه پایینه ما مخواستم قصد بدی داشتم. گفتم بابا ما آمدم با لباس راحتی بشینم تو ماشین مخواستم اونجا منتظر بمونم. اصلا اینا گوششان به این حرفا شنیدار نبود که نبود. من نمیدونم اینا رو از کجا پیدا ما کردن. گفتم این بچه مشکل اخلاقی داره. از بچگی کلا دنبال آمپول بازی و دکتر بازی من نمیدونم یه زیر کدوم بوته به عمل آمده اکبر که اینجور رفتارهای بی‌ناموسی داره. اصلا ما مشکل اخلاقی دارم. عمه ما رو 3 بار گرفتن با بنگ تو خدمت. آقا ما سوال دارم. از قدیم گفتن پسر بره سربازی یا سیگاری میشه یا چی؟ خودش میدونه چی؟ چه ربطی داره ما ورزشکارم. ما لب به دود نمیزنم. تو ورزشکاری؟ ای به تنهایی موزرم قسم بخورم این سرانه مصرف الکل کشور رو تغییر میده. تو ورزشکاری؟ خوبه آقا من نمیخوام بگم تو همش پای بساطی. نمیخوام بگم همش شیره میکشی قاسم. نمیخوام بگم شیر که خیلی خوبه برای بدن. برای جنر از کجا آوردی؟ چقدر شاسکوله. به خدا شانس ندارم عین خودت بیعقله. قاسم جان ما بیعقلم یا شما که فرستاده بودنت زنده ماندن در شرایط سخت و اتفاقات افتاد؟ زنده بودم توی شرایط سختی که چیه؟ چی بابا تو خدمت یک سری مأموریت ها از مثلا باید برید کمپ کنی تو شرایط سخت نمیدونم مجبور میشی زنده بمانی از اینجور داستانای دیگه. قاسم آقا فرستاده بودن بری یک مأموریت داخل جنگل. قاسم کماندو بوده؟ نه حقیقت سگ ردیاب نداشتم به جاش قاسم فرستاده بودن. دلیلش اینه که ما قدرت بویایی قوی داشتم اون زمان قبل او اتفاق. خب کاری تونستی بکنی؟ قاسم آقا حقیقت در اصل فرستاده بودن یک سربازی رو پیدا کنه بعد 1 ماه
کل پادگان فرستادن قاسم پیدا کنن. آخ یاره چقدر ما سختی کشیدم. چرا سختی؟ اونجا گیری کرده بودی؟ نه یک خانواده روستایی ما رو پیدام کردن. عذابت دیدن؟ شکنجت کردن ما اونجا؟ رو گذاشته بودن تو اتاق پدر بزرگشان. این ما رو با زن شانس ما اشتباه گرفت. ما گفتم عمو جان ما زن تو نیستم. ما گفت قربون و چشمات برم شوخی نگو خودتیم. گفتم دی بیخیال ما شدیدم. نه حاجی ما میرفتم دستشوی قفل کتابی میزدم، میرفتم حمام قفل کتابی میزدم به در برار من در میخواست بشکنه. خدا وکیلی سربازی هم بد زجری الان نگاه میکنه. تقصیر خود مایه، تقصیر هیچکی نیست غیر از خود ما پسرا، خود ما مردا. ما میرم ما رو باز نفرستن برم. اگه با قرآن خدمت مال خانوما بود 100 بار تا حالا اینا پدر همه رو در برده بودن ایره ورداشته بودن. ما مثل خر میرم. آقا شما تا حالا دیدی شیر مثلا باش اسباب جابجا کنن؟ نه دیگه، خر هی بار میده براش بار میذارن، یک بار نبره دیگه نمیبرن دیگه. ما خودمان ما احساس میکنم مشکل از خود مایه که ما میرم. آقا نرن یک سال همه با هم نرم. شما جنایم مگم خدمت میره؟ میگه برای شما اجباریه؟ ما بابا خودمان، آیینمان، فامیلمان، همه جد و آبادمان اجباریه بابا. وقت اکبر وقت یک چای بریز. هر کی چای میخواد خود چنپاش بریزه. وای جنجام براره بگیردم یک چای چی کن. نداره مثل تو اکبر بابا آدم بیشوریه. منم که اصلا مایجات نمیتونم بخورم. واقعا سردر پرچمتان ریدن. ای قاسم تو چه بیچاره ای. پسرموت که ساقی جن خاند روانی زنت ولد که دو پسر خالت ساسان دوگان سوزه. یاره ما یکی توی زندگیم شا بیت کوین چقدر خریدم ریخ. نخواستم اونم چای خودم جنجان تو از یک کشمش دو آتیشه نمیتونی بره ما بیاری؟ برای گم شو بابا.